قدم 1. معرفی شخصیت اصلی صلاح. فیلم با معرفی صلاح شریف با بازی رضا عطاران آغاز می شود. مردی ساده‌دل و بیخبر از سیاست که در عراق زندگی می کند و شباهت عجیبی به صدام حسین دارد. قدم 2. انتخاب توسط حزب بعث. صلاح به طور ناگهانی توسط نیروهای حزب بعث عراق دستگیر می شود. آنها به دلیل شباهتش به صدام حسین او را برای بدل شدن به دیکتاتور سابق عراق انتخاب می کنند. قدم 3. آموزش و گریم. صلاح تحت آموزش‌های فشرده قرار می‌گیرد تا حرکات، صدا و رفتارهای صدام حسین را تقلید کند. گریم سنگین و لباسهای نظامی نیز به او داده می‌شود تا شباهتش کامل شود. قدم 4. مأموریت در تهران. صلاح به همراه مأمور زن اطلاعاتی حلیمه رسن با بازی آزاده صمدی به تهران فرستاده می‌شود تا در یک عملیات مخفی شرکت کند. قدم 5. ورود به فضای ناشناخته. صلاح در تهران با فرهنگ و زبان جدیدی مواجه می شود. او که هیچ آشنایی با ایران ندارد در موقعیت‌های طنزآمیزی قرار می گیرد که باعث بروز اشتباهات خنده‌داری می شود. قدم 6. چالش‌های امنیتی. در تهران گروه‌های امنیتی به صلاح مشکوک می شوند. از سوی دیگر برخی از اعضای حزب بعث نیز قصد دارند او را حذف کنند تا راز بدل بودنش فاش نشود. قدم 7. دوگانگی درونی. صلاح با وجدان خود درگیر می شود. او که مردی صلح طلب است نمی‌خواهد در بازی‌های سیاسی و جنگی نقش داشته باشد. این تضاد درونی او را به فکر فرو می‌برد. قدم 8. لو رفتن فرار. هویت صلاح کمکم فاش می‌شود. مأموران ایرانی در تعقیب او هستند و او باید تصمیم بگیرد که بماند یا فرار کند. حلیمه نیز به او کمک می‌کند تا از این مخمصه نجات یابد. قدم 9. تصمیم بزرگ. صلاح تصمیم می‌گیرد در ایران بماند و هویتش را تغییر دهد. او دیگر نمی‌خواهد بازیچه سیاست باشد و می‌خواهد زندگی جدیدی را آغاز کند. قدم 10. پایان. فیلم با صحنه‌هایی به پایان می‌رسد که صلاح با چهره‌های جدید در یک کافه در تهران کار می‌کند. او دیگر شبیه صدام نیست، اما لبخند رضایت بر لب دارد. دوستان عزیز، این بود داستان فیلم کمدی صدام با بازی رضا عطاران. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. لایک هم یادتون نره. براتون بهترین فیلم ها زو گلچین میکنم و براتون معرفی میکنم. در کامنت ها فقط بگین که به چه ژانری علاقه دارید.